قاعده 72 صفات ذاتی الله سبحانه و تعالی را بدانیم. اول قسمش که صفات ذاتی است، این را بشناسیم. علمای عقیده میگن که هی صفات المعانی الثابته، هی صفات المعانی الثابته لله ازلا و ابدا. صفات معانی است که ثابت است برای الله سبحانه و تعالی در ازل و ابد. همیشه این صفات برای الله ثابت است، به ذات الله ثابت است. این صفات کدام صفات ها هستند؟ صفت حیات است، صفت علم است، صفت قدرت است، صفت سمع است، صفت بصر است، صفت عزت است، صفت حکمت است. این صفاتی که الله داره، این صفاتی هستند که برای الله سبحانه و تعالی به شکل ازلی و ابدی ثابت است. یعنی الله سبحانه و تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم. الحی القیوم چی معنی؟ الحی یعنی در قرآن ثابت است که الله سبحانه و تعالی زنده ابدی هست. ما و شما زنده مجازی هستیم، الله زنده حقیقی هست. یعنی زنده مجازی ما و شما چرا هستیم؟ به خاطر از اینکه قبلا نبودیم، باز به دنیا آمدیم، باز پس میمونیم. اما الله ذاتی است، هو الذی خلقکم. الله ذاتی است که شما را خلق میکنه، باز شما را میمیرانه. یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. پس ما و شما که هستیم مخلوق هستیم، نبودیم پس خلق شدیم، بازی که خلق شدیم پس فانی میشیم. در دنیا هستیم، میریم به دنیای از عالم دنیا میبراییم، میریم به عالم برزخ، از عالم برزخ میبراییم، میریم به عالم ابدی که عالم آخرت است. پس انسان ها که است تحولات در وجود ما شما، اما الله را باید با مخلوق تشبیه نکنیم. پس صفات الله سبحانه و تعالی که صفات ذاتیش صفات است که به الله دائمی است. الحی القیوم، زنده هست و قیوم هست، یعنی قیمومیت الله و ای که الله سبحانه و تعالی به امور مخلوقات قائم است و تمام امور مخلوقات کنترل میکنه، ای به شکل ابدی هست. همین قسم قوت شنیدن الله، صفت شنیدن الله، صفت قدرت الله، صفت بصر الله، صفت عزت و حکمت الله و دیگر صفات است.